درس 12. کاوه دادخواه. در داستان‌های حماسی ایران و اساطیر باستان، چهره انقلابی کاوه آهنگر بی‌نظیر است و پیشبند چرمین او که بر نیزه کرد و مردم را به اتحاد و جنبش فراخواند، درفشی بود انقلابی که بر ضد پادشاه وقت ضحاک برافراشت. درفشی که پشتیبان آن دل دردمند و بازوی مردم رنج کشیده و بیپناه بود. چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. نهان گشت کردار فرزانگان، پراگنده شد کام دیوانگان. هنر خوار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. برآمد بر این روزگار دراز، کشید اژدها را به تنگی فراز. چنان بود که ضحاک را روز و شب، به نام فریدون گشادی دو لب. ز هر کشوری مهتران را بخواست، که در پادشاهی کند پشت راست. از آن پس چنین گفت با موبدان، که ای پرهنر نامور بخردان. مرا در نهانی یکی دشمن است، که بر بخردان این سخن روشن است. یکی محضر اکنون بباید نوشت، که جز تخم نیکی سپهبد نکشت. ز بیم سپهبد همه راستان، بدان کار گشتند همداستان. بدان محضر اژدها ناگزیر، گواهی نوشتند برنا و پیر. همانگه یکایک ز درگاه شاه، برآمد خروشیدن دادخواه. ستم دیده را پیش او خواندند، بر نامدارانش بنشاندند. بدو گفت مهتر به روی دژم، که برگوی تا از که دیدی ستم. خروشید و زد دست بر سر ز شاه، که شاها منم کاوه دادخواه. یکی بیزیان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم. تو شاهی وگر اژدها پیکری، بباید زدن داستان آوری. اگر 7 کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست. شماریت با من بباید گرفت، بدان تا جهان ماند اندر شگفت. مگر کز شمار تو آید پدید، که نوبت ز گیتی به من چون رسید. که مارانت را مغز فرزند من، همی داد باید ز هر انجمن. سپهبد به گفتار او بنگرید، شگفت آمدش کان سخنها شنید. بدو باز دادند فرزند اوی، به خوبی بجستند پیوند او.